موقعی که ما بچه بودیم 50 سال پیش یه خانمی موهاش حتی طلایی می‌کرد تو جامعه اون زمان ایران، به خصوص تو شهرهای کوچیک، مفهوم قشنگی نداشت. میگفتن این خانم مثلا حالش خوب نیست. تا اینجا بود. یه باش رفت آمد تا خیلی کم می‌کردن. شما اگه غیر از معلم یا دکتر بودید، خانم خوبی نبودی، آرایشگر بودی، پرستار بودی، ماما بودی، نمیدونم فیزیوتراپ بودی، نمیدونم از این شغلات داشتید، مادر خوبی نبودی، زن اصلا کسی سراغت نمیومد. یعنی جزء تنهای فاسد بودی، خراب بودی. و فقط معلم میشدی. چرا؟ نه اینکه معلمی رو دوست داشتن اصلا. بخاطر اینکه مردها حواسشون جمع بود که اینا با بچه‌ها سر کله میزنن. خب بچه‌ها هم که براشون رقیق نیستن که. بله ما تو همین جامعه بزرگ شدیم. الانش هم همینه. الانش هم دقیقاً همینه، ولی شکل‌ها عوض شده. زیاد با اون خونه دایی جناب اون فرقی نمی‌کنه. شکل‌ها عوض شده. طوری شده که منتالیتی همونه. من بگذاریم من دیشب چند تا مهمون آمریکایی داشتم، ولی من گفتن که میشه یه فیلم از ایران بذاری، خیابونای ایران، مهمونی‌های ایران بذاری. بالا خود ترسیدم، خجالت کشیدم. بعد گفت یه خورده بکار بذار دیگه. یکی دو تا از اون قدیمی‌ها پیدا کردم، گفت این که تصویر زیاد خوب نیست، از امروز ایران بذار. آقا گذاشتم. این 7 نفری که اینجا بودن یه خورده نگاه کردن و اینا، گفتش که ما قشنگ نفهمیدیم اینجا کجاست. اینجا ایرانه؟ گفتم آره. گفت این خانوما این شکلیان ایران هستن؟ گفتم آره. گفت حالا چرا این شکلیان؟ بعد گفتم والا نمیدونم، میگن خوشگلن، اینجوری قشنگ شدن. گفت که از طرف ما به اونا بگید اصلا قشنگ نیستید و اگه همچین آدم‌هایی تو خونه‌های ما، تو مهمانی‌های ما ورود کنن، ما در رو می‌بندیم. واقعا همچین آدمی تو خونه‌هاشون راه نمیدن. تو مهمونی همچین لباسی، همچین کارایی بکنی، همچین قیافه‌ای داشته باشه، با سن و سین و لب نمیارن. چون این معیارها، این شکل آدم‌ها در دنیای غرب به معنای همون رنگ موی طلایی زمان ایران هست. و تو مردهای ما هم حتی اگه مدرن هستن، اون ذهنیت اونجا هست که اینجا یه ایرادی هست. هیچ زن نرمالی، هیچ زن عادی اگه من ببینم من ایراد داره که نفس نمیتونم بکشم، شما نمیدونید قلبتون رو خوشگل کنی، حالا خود رنگیش کنی، خود بزرگش کنی. قلب شما اگه سوراخ داره، مشکل داره، جراحی می‌کنی که زندگی شما رو نجات بده، یا کلیه یا عضو دیگه. صورت ما به همین شکل، بدن ما به همین شکل. اگه مشکلی هست حتما، ولی در غیر این صورت شما دارین یه پیغامی به بیننده میدید، به مخاطب میدید، به اون کسی که داره می‌زنید که من حالم خوب نیست. من واضح صحبت نمی‌کنم و حس توهین نگیرید. این یک واقعیت هست. قشنگ نیست، واقعا قشنگ نیست. بچه‌های خودتون تو دردسر زندگی خودتون رو خراب می‌کنید. خودت زن تو خودت تو مشکل میندازی. دختر تو، پسر تو